افغانستان اعلام کرده است که 3 پروژه بزرگ ساخت بندهای آبی به پایان رسیده و 5 پروژه کلیدی دیگر نیز در حال پیشرفتند. مطیع عابد سخنگوی این وزارت تاکید می‌کند که روند ساخت بندها در ولایت‌های مختلف با جدیت ادامه دارد. بند پاشتان در هرات تاکنون 95% پیشرفت فیزیکی داشته و به زودی آماده بهره برداری خواهد. بند پلتون در پکتیا نیز به مرحله 20% رسیده و روند کار به طور منظم ادامه دارد. طبق آمار ارائه شده، بند شاه و عروس با بودجه 250 میلیون دلار ظرفیت آبیاری 270,000 هکتار زمین و تولید 12 میگاوات برق را دارد. بند پاشدان با 117 میلیون دلار سرمایه گذاری 13,000 جریب زمین را آبیاری کرده و 2 میگاوات برق تولید می کند. بند عمری با 127 میلیون افغانی هزینه ظرفیت آبیاری 560 هکتار زمین و تولید 6 کیلووات برق را دارد. بند پلتون در پکتیا نیز برای آبیاری 22,500 هکتار زمین و تولید 1 میگاوات برق طراحی شده است. کارشناسان حوزه انرژی تاکید دارند که توسعه بندهای آبی نه تنها در تامین انرژی پایدار مؤثر است، بلکه در کاهش وابستگی به برق وارداتی و ایجاد فرصت‌های کاری نقش کلیدی دارد. به باور آنان، افغانستان می‌تواند با مدیریت درست منابع آبی به خودکفایی در تولید انرژی و مواد غذایی برسد. اما ماجرا تنها به ساخت چند بند ختم نمی‌شود. افغانستان در دل خود ثروت‌های طبیعی فراوانی دارد. از یورانیوم، لیتیوم، زغال سنگ و نفت گرفته تا جنگل‌های بکر نورستان و کنر و منابع بی‌پایان آبی که از دل کوه‌هایش سرچشمه می‌گیرد. کارشناسان می‌گویند ارزش منابع زیرزمینی کشور بالغ بر 3 تا 5 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. برخی منابع حتی رقم 15 تریلیون دلاری را نیز محتمل می‌دانند. در کنار این همه افغانستان دارای بیش از 1400 معدن ثبت شده، 6500 کارخانه خصوصی و 37 میلیون هکتار زمین زراعتی است. با این وجود تنها 7 میلیون هکتار آن زیر کشت رفته و ظرفیت عظیم تولیدی کشور همچنان دست نخورده و بکر باقی مانده است. اگر تنها 43 بند برق روی 180 رودخانه ساخته شود، ظرفیت تولید انرژی و توسعه زراعت چندین برابر خواهد شد. اگر مدیریت منابع به درستی صورت گیرد، افغانستان نه تنها دیگر نیازمند واردات انرژی نخواهد بود، بلکه به صادرکننده اصلی برق و غله در منطقه تبدیل می شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده علمی از منابع طبیعی و مدیریت راهبردی حوزه آب میتوان اقتصاد کشور را از حالت وابستگی و رکود خارج کرد. انرژی در قلب توسعه پایدار کلید رشد صنعتی، افزایش تولید داخلی و بالا بردن کیفیت زندگی مردم است. در جهانی که منابع طبیعی در حال کاهشند، افغانستان ایستاده بر گنجینه خاموش فرصت کم نظیر در اختیار دارد. کوهها، دریاها، معادن و زمین‌های حاصلخیز همه منتظر یک تصمیم، یک اراده و یک اقدامند. آینده این سرزمین به این بستگی دارد که آیا می‌تواند از گذشته درس بگیرد، از منابعش درست بهره‌برداری کند و به جای وعده عمل را جایگزین کند یا خیر. زمان آن فرا رسیده است که افغانستان از دل آب و خاک فردای روشن‌تری برای نسل‌هایش